با حضور تو زمستان هم سعادتمند شد. آفتاب و برفی باشه. سابرینا، با این لباست مثل بهار شکفته ای، لیکن حالا هم شعرهای زمستانه میخونیم. ببین فصل بهار اومد، جشن نوروز هم نزدیک است. بیا با هم از ساکنان شهر بختر پرسون میشویم تا از جشن نوروز کدام آیین و سنت ها رو میدونند. خب قبول رفته؟ میرویم. از کودکیمان آیین‌های نوروزی، گفتن سومنک‌ها، رقص و بازی‌ها، اینجور خوراک‌های ملی و ما خیلی این چیزا محبوب است. نوروزی هم آمده است. ما باز با همراهامون با دوگانه‌هامون اینجور طعم‌های ملی با سومنک‌ها رقص و بازی کردن رو خیلی می‌خوام. با ما خیلی محبوب است این چیزا. این چنین لباس‌های ملی به تن کرده، موی‌هایمان را بافته، کتک با همدیگر با همراهی دوستانمان جمع شده رقص و بازی کردن نوروزی را جشن می‌گیریم. ما چون از ایام کودکی در خاطر داریم که این جشن یک جشن با شکوه و یک حیات زنده، یک روز نو رو به ما فرح بخش می‌بخشد و اینچنین از ایام کودکی از مادرم در یادم هست که در این فصل با یک خرسندی با یک شادی با پختن انمون خوراک‌های ملی، دلدجوشون، آردپزان و دیگر گلدوزی‌ها که آنها می‌کردند و برای ما تاقچه‌ها می‌دوختند، برای ما بسیار خوشحال می‌شدیم و افتخار هم می‌کردیم که واقعا تا به این روز همین عنعنه‌ها باقی مانده است. در جشن نوروز ما دختران بسیار مایده بافی و کاکو بافی میکنیم و اسمه میکشیم، رقص بازی میکنیم و کرپچه هایمان را به بیرون برآورده تیاری به جشن نوروز و تیاری به بهار میبینیم. خیلی عنعنه‌ها ای پدر و ای بابا و بابایون موندگی عید نوروز پیشم بود. در همین عید نوروز مقصد هر خیل خوراک‌ها تیار میکردن، سومنک میکردن، نونو میبستن، نونو هر خیلی رقص و بازی و شادی و خیلی میکردن. از پدر و از بابا و از بابایون موندگی کارا همین کارا همین خیلی آماده ایستادن. همین خیلی. شما خودتون در بچگیتون با کدام از این کارها مشغول میشدید؟ در وقتای بچگیمون خیلی چریک دنگل میکردیم. خیلی خیلی میدویدیم، میجهیدیم، گفته گپو گوشتین گیرک میکردیم، علو کرده بلو علوش میپریدیم. خیلی کارا بود در وقت بچگی. ما گل دختران در جشن نوروز لباس‌های ملی به بر نمودم از کوه‌ها گل سیاه‌گوش چینده به مردم تبریک میکنیم و ما گل دختران رقص و بازی میکنیم، اینچنین موی سر بافی میکنیم. من از کودکی در خاطر دارم که بعد آمدن جشن نوروز ما کودکان بازی های سنجیر بازی میکردیم، مادرانمان سومنک میپخت. از همه جشنی که ما انتظار هستیم این نوروز است. در جشن‌های نوروزی ما بسیارتر به همون چهاربینی که به بزکشی می‌رفتیم و دیگر بازی‌های کودکانه که در آنجا ما با گوشتین گیری می‌کردیم. گوشتین ملی بود و در آنجا هر کسی که غلام برای او تحفه می‌کردند که برای ما جوان مردم، برای ما کودکان همون دوره خودم بسیار یک خاطرمون بود و ما افتخار می‌کردیم که این جشن‌های ملی و این فرهنگ ما تا به امروز برای ما باقی ماند. سراور در همین آمدی نوروز مردم تاجیک خانه‌های خود را تازه و آزاده میکنند، تیرزه ها را تازه میکنند. اینچنین کودکان گل‌های بوچیچه گرفته به خانه ها میروند، به آنها ایدانه میدهند. اینچنین باز طرز آماده نمودن خوراک‌های از جمله آش بریده، دلده اینها را آماده میکنند و اینچنین آرستن دسترخوان با یعنی که آرستن هفسین و هفشین که آنها را پخت میکنن یعنی که آماده میکنن، یعنی که در روی دسترخوان میگذارن. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک روی بهاره، سومنک روی بهاره.